به سلام مهندس از این ورا خوش اومدی بفرما خبری خاصی یاده دست اومدم اینجا گفتم برای تحقیقاتی میدانی یه راه یادم بده کسی نفهمه. آره بابا مگه میشه یادم بره پسر نذاشتی حاجی درگیر بودم نگم برات دلم خونه آبان خیلی خوبی رو شروع کردم ولی همچین پایان جذابی نداشت خیر ایشالله درست میشه شما زبون آقا صبر نداره از قدیم گفتن همه چی با صبر درست میشه درست میشه امیدوارم فقط میدونی دوست دارم آخرش تهیش کنم و بگم که همه گفتن نه ولی من کردم. ولش کن حاجی بیا بریم یه گوشی تو بیاد. فرقی نداره سامسونگ باشه یا شیائومی. تنها کاری که باید بکنی دستتو بگیری روی نرم افزار اپ اینفو رو بزنی. حالا یا نوشته اپ اینفو یا ننوشته اپ اینفو، این علامت تجربه را داره. میای حالا اگه فعال بودی فورس استاپ رو میزنی یا توقف اجباری رو میزنی، این کیلر دیتا رو میزنی، هر دوتاشو پاک میکنی، هر چی هست اینجا پاک میکنی، کیلر دیتا رو میزنی، بعد میای این یکی کیلر کش رو میزنی، تموم شده رفت. بعد میای اینجا وقتی واردش میشی انگار این گوشی تازه فلش شده، ازت اطلاعات میخواد. حالا واسه این که اطلاعات اون برای این گوشی و اون گوشی نره، میای میزنی without an account، استفاده بدون اکانت، گویی تو میزنی. الان این هر چی سرچ کنی فقط روی این گوشی. حالا سامسونگ بازش میکنی، میری داخل گوگل کروم، مثلا سامسونگ ببین ننوشته اپ اینفو، فقط این علامت تعجب این بالاست، میزنی روش میاد داخل فورس استاپ خوشحال غیر فعاله، میای یه کوچولو پایینتر این استوریج رو میزنی یا حالا دیتا همچین حرف، کیلر کش، کیلر دیتا اوکی. حالا اینو بازش میکنی، تموم شده.